سلام، من احمد شاه مسعود هستم، قهرمان ملی افغانستان. پیامی به شما مردمان کشورم دارم. من هم یک انسان بودم مثل تمام انسان‌های روی کره زمین. وقتی در سیاست باشی به تنهایی نمیتوانی همه چیز را حل کنید. حتی پیامبرهایی بودند نخواسته اشتباهی مرتکب شدند، اما کارهای مفید من بیشتر بوده است. کسانی که مرا دوست دارید، راه و آرمان من را ادامه دهید. من بیشتر از دشمن از دوست گله دارم. دست من از این دنیا کوتاه است. پس خواهش میکنم اگر علم و دانش کافی ندارید، در مورد من در لایوها صحبت نکنید. چون انسانهای متعصب و جاهل را قناعت داده نمیتوانید. بیشتر از این که طرز لباس پوشیدن من را کاپی کنید. اهداف و آرمان و تفکر من را به دوش خود بکشید. چون در لایوها از طرف سگ صفتها توهین می شود. بذارید بزرگانی مثل پسرم احمد مسعود و یارانش راه مرا ادامه دهد و شما هم اگر دوست دار من هستید به پسرم کمک کنید و حرفهایش را گوش کنید. بگذارید روح من همیشه در آرامش باشد.